سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یکی از آموزش های بازی تراریا در مورد گرفتن کلیدای هر بایوم برای چستاشون تو قاره دانجن. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره ویدیو لایک کنین، کانال ما رو دنبال کنین و زنگوله هم به صدا در بیارین و نظری چیزی حتما کامنت بذارید. خب آقا، اکثرا و بیشترا در مورد گرفتن کلیدای هر چست توی این کلیدای هر بایوم برای چستشون که توش آیتم های خیلی خوبی داره مشکل دارن. خب و حالا ما توی این پارت میخوام که یه روش کاملا راحت و آسون برای گرفتن کلیدای هر چست به شما آموزش بدیم. این چستای توی بازیه که توی قاره دانجن هستن و البته خب احتمال داره نباشن، واسه به وردتون داره شانس داشته باشید همشون هستن. البته بغیر از البته خب میگم همشون هستن، شانس نداشته باشیدم فقط یکی دوتاشون هستن و واسه به وردتون داره. میتونید به زمین اگه مثلا کلید کریمزون گرفتید و داخل بایومتون توی قاره دانجنش چست کریمزونی نبود، برید داخل یه ورد دیگه‌تون و اونجا بازش کنید. و اما کلیدای هر بایوم: کریمزون، کراپشن، آیس، هالو، جانگل و دسرت. شما اینا رو بذارید روش ساده بهتون میگم. قبلش هر از اینکه ببین آقا، اول که کلیدا از ماب های از انمی های هر بایوم میفته، از از انمی های جانگل، از هر کدوم از انمی هاش احتمال داره که کلید مثلا جانگل بیفته، مثلا از قاره کریمزون یا کراپشن فرق نداره، یا یخ، آیس و هالو و اینا، از هر مابشون توی همون جا احتمالش هستش که خیلی کمه احتمالش این که دراپ بشه ازشون و شما بتونید اون رو بگیرید. و حالا قبل از گرفتن کلیداشون شما به چند تا پوشن نیاز دارید. خب به شما چند تا معجون نیاز دارید که اون معجون رو الان من بهتون میگم. اولیش و واجب ترین و یکی از موثرترین معجونایی که میتونید تو گرفتن کلید به شما کمک کنه این معجونه